سانتریفیوژی که آوردن موردش این بود که لوله های آزمایش داخل سانتر بعد از اینکه سانتر میشد شکسته میشه و میترکید به این صورت که میبینید. من یه بار تست کردم و دیدم که دقیقا لوله ها شکسته و به این صورت که میبینید برای باتل 1 و 3 روبروی اون دچار شکستگی شده. علتی که میتونه این اتفاق بیفته به این صورته که یا بالانس نباشه در واقع خود سانتریفیوژمون، یا اینکه کف باتل ها خیلی سفت باشن و توی دور تند فشار میاد و باعث شکستگی و ترکیدگی میشه، و یا اصلا داخل بوکت ها یا دیواره بوکت ها یه چیزی، یه جسمی یا یه حتی خیلی ریز میتونه باعث توی دور تند باعث شکستگی لوله آزمایش بشه. در سانتریفیوژ های یخچالدار ممکنه که دمای خیلی پایین و خیلی بالا و تنظیم نمودن دما باعث شکستگی لوله ها بشه، و علت های دیگه هم میتونه داشته باشه، مثل ترک خوردگی از قبل خود لوله ها، بی کیفیت بودن لوله های آزمایش و از این قبیل، که حالا ما همه اینا رو بررسی کردیم. من بوکت ها رو دونه دونه با ترازوی حساس وزنشون کردم و نهایتا داخل اینها رو تمیز میکنم و عایق میکنم و مجدد دستگاه رو تست میکنم. دوستان عزیز، برای اینکه از پیجمون حمایت بشه لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم بذارید. نظراتتون خیلی میتونه در ادامه ویدیوها تاثیر داشته باشه، و سوالاتی اگر دارید در مورد موارد سانتریفیوژ میتونید کامنت کنید، حالا در قالب ویدیوی جدید و یا همون کامنت جواب شما رو بدم. من برای این کف بوکت ها برای هر باتل جای لوله میام از کاف لاستیکی فشارسنج استفاده میکنم، جهت اینکه به لوله ها فشار نیاد و باعث ترکیدن و شکستگی لوله ها نشه. برای هر باتل من به اندازه خود باتل سعی میکنم برش انجام بدم. کف بوکت ها رو من داخل هر جا باتلی میام به صورتی با چسب و همین کافای لاستیکی که برش دادم میام عایقش میکنم. البته نیازی به چسب هم نیست، من به خاطر اینکه یکم از کف ضخیم باشن یک مقدار چسب هم میزنم، وگرنه که هیچ مشکلی نمیاد. بدون چسب هم میتونین استفاده کنین از این عایق ها.
من سعی میکنم که از این ابرها و گارت ها هم استفاده کنم برای کف باتل ها. این در بازکن اضطراری هم که کاربر متاسفانه از اینجا عبور داده. حالا من اینو بعدا درستش خواهم کرد. دستگاه رو روشن میکنیم. تایم دورش رو تنظیم کردیم و روی دور 4000 میخوام تست کنم دستگاه رو و روی تایم 2 دقیقه میخوام سانتر انجام بده برام. لوله های آزمایش رو پر از آب کردم و داخل سانتریفیوژ گذاشتم و 4 تا لوله آزمایش در داخل باتل ها گذاشتم، روبروی هم قرار دادم و الان دستگاه داره کار میکنه.
خب این 2 دقیقه تمام شد. من در سانتریفیوژ رو باز میکنم، دونه دونه لوله ها رو چک میکنم. بله سالمن همشون و خدا رو شکر مشکل سانتریفیوژمون حل شد. من اینها رو در میارم که جلوی دوربین به شما نشون بدم. ببینید همه باتلا سالمه. من آبشون رو خالی میکنم. این باتل‌های باریک با باتل‌های باریک تستشون کردم. حالا میخوام با باتل‌های بزرگ یعنی قطورتر تست کنم. آب رو خالی میکنم داخل باتل‌های قطور و یک بار دیگه هم با باتل‌های قطور میام تست انجام میدم. میخوام ببینم این بار هم آیا شکسته میشه لوله ها یا نه. بعضی وقتا هم خب از خود کیفیت لوله های آزمایش هم میتونه این اتفاق یعنی بیفته، ولی خب در اینجا هم که میبینید مشکل از خود سفتی و زایدایی بود که داخل باتل ها بود که من اینها رو تراش دادم و صافش کردم و صیقل دادم و کفشون رو هم ضمناً عایق کردم و مجدد اینها رو هم تست میکنم. به این صورت روشن کردم و منتظر نتیجه کار. مشکل دیگه که دوستان این سانتریفیوژ داره مشکل سنسور دورسنجش هست. من وقتی دستگاه خاموش میکنم درب باز میشه به این صورت و همچنان همطور که میبینید دستگاه هنوز از دور نیفتاده. خب این کار خطرناکیه. این سنسور دورسنجش باید تعویض بشه. حالا نسبتا این سانتریفیوژ کم قدیمی هستش و ممکنه که حالا سنسورهایی که حالا بر این دستگاه استفاده شده دور موتور سنسور اثر حال هستن. خب این بار هم نشکست و خدا رو شکر مشکل حل شد.